پایگاه اطلاع رسانی راسخون. فوتبالیستا قسمت 24. این آخرین دیدار مسابقات مقدماتیه که بین تیم‌های شاهین و هانوا برگزار میشه. در نیمه اول تیم شاهین 1-0 جلو افتاد. در نیمه دوم تیم هانوا حالتی کاملا هجومی پیدا کرد. خیلی خوب، برو جلو کازاوا. باشه. نمیدونم موضوع چیه. این بار کازاوا به تنهایی داره به طرف دروازه جلو. کاشیرو با یه شوت توپو به هوا میفرسته. اون داره به سرعت نزدیک میشه. کازاوا با کمک تیر عمودی دروازه به هوا میپره. کاشیرو هم به سرعت به طرف دروازه میره. کاشیرو شوت میکنه. شوت سرکش. گل شد. گل بازم هانوا یک گل جلو افتاد. نمیتونی بگیر کاشیرو. دوقلوها بازم قصد زدن گل دارن. همینطوری توی هوا شوت میکنن ولی موریزاکی با یه ضربه توپو میگیره. نه گل نمیشه. تیم هانوا تونست بر اثر اشتباه دروازه‌بان و ایشی که یه گل به خودشون زده بود جلو بیفته. منتها ایشی حالا به خودش اومده و کاری میکنه که اشتباهش جبران بشه و نتیجه بازی رو برابر میکنه. ولی با نتیجه مساوی تیم شاهین نمیتونه افتخار بازی در فینال رو داشته باشه. باید ببینیم تیم شاهین در این 3 دقیقه که از وقت بازی باقی مونده امتیازی به دست میاره یا نه. عجله کن فکی، وقت زیادی باقی نمونده. بگیرش. تیم شاهین توپو میفرسته جلوی دروازه‌بان میپره بیرون و توپو دور میکنه ولی توپی رو که زد درست جلو پای سوبا قرار میگیره. بگیر چه اومد. یکی از بازیکن‌ها با تمام وجودش جلوی شوت سوبا رو سد میکنه. بله خودشه، اون کاشیروه. حتی اگر زخمی هم بشم ممکن نیست که اجازه بدم گل بزنی. عالی بود کاشیرو. گرچه برادران دوقلو در خط دفاع قرار نمیگیرن ولی این دفعه حسابی از دروازه دفاع میکنن. با توجه به اقدام دوقلوها این دقیقاً همون حالتیه که میگن همه اعضای تیم دست به دفاع زدن. با وجود کاشیرو و کازوا دیگه جای نگرانی وجود نداره. حالا دیگه دیوار دفاعی جلوی دروازه هانوا از همیشه محکم تره. با این واسه تیم شاهین نمیتونه شوت بکنه. فرصت زیادی نمونده. الان داور سوت پایان میزنه. با یه همچین خط دفاعی ممکن نیست گل بزنم. خدای من. با توجه به زمان بازی کمتر از 1 دقیقه باقی مونده. برای شوت کردن راهی وجود نداره. نه نمیتونم بی تفاوت باشم چون برای رفتن به فینال حتما باید 1 گل دیگه بزنیم. پس چرا معطلی؟ چرا گیج شدی؟ شوت کن دیگه، زود باش. چنانچه بازی به همین نحو ادامه پیدا کنه مثل اینه که برنده مسابقه تا پایان بازی تیم هانواست. تارو بگیر. چون کیزوکی راه نفوذی به دروازه پیدا نمیکنه توپو اجباراً به تارو پاس میده. وقتی همچین دیوار محکمی جلوی دروازه قرار داره چطوری میتونیم حمله کنیم؟ یعنی ما نمیتونیم به اونا گل بزنیم.
شوت کردم. تا حالا چنین بازی گرمی ندیده بودم. امکان نداره. نحوه بازی فوتبال هوایی درست همون بازی مورد علاقه دوقلو است. این کاریه که سوبا کرده. خیلی عجیبه. البته چون خودشم به هوا پریده کسی نمیتونه جلوشو بگیره. آفرین سوبا. واقعا خیلی به موقع خودشو به توپ یه برگردون زیبا توپ وارد دروازه میکنه. گل. تیم شاهین یک گل زد. تیم شاهین نتیجه مسابقه رو تغییر داد. متشکرم سوبا. حالا میتونم در فینال مسابقات بازی کنم. هانابا که حالا خودشو بازنده میدونه کاملا سعی داره که دست به یه حمله متقابل بزنه. این غیر ممکنه. ولی در واقع فرصت چندانی باقی نمونده. نمیخواد جلوی دروازه دفاع کنی. همینجا جلوشو بگیر. باشه فهمیدم. اعضای تیم شاهی در حالی که از روحی و امیدن میخوان به سرعت رقیب از میدان بدر کنن. سوبا با ظرافت خاصی توپو ازشون میگیره. اون توپو شوت میکنه. سوت پایان بازی رو همه شنیدن. بالاخره این مبارزه بزرگ با نتیجه 3-2 به پایان رسید و تیمی که برنده این مسابقه شد تیم شاهین از منطقه شیزوکوه. با این بار در مسابقات مقدماتی گروه الف بعد از میوا مقام دوم به دست آورده و افتخار اینو پیدا میکنه که در بازی نیمه نهایی شرکت کنه. اون از گروهشون بالا آمدن. کاملا درسته مگه نباکی؟ درسته. خدا میدونه که چقدر ازشون میگه. همونطور که انتظارشو داشتم سوما موفق شد. جان تو کجا قایم شده بودی؟ تیزا آرزوی بازی بود در فینال به باد رفت. ما که سعیمون کردیم. بذارین تا آخرین لحظات مراسم حتی تا صف کشیدن انضباط رو رعایت کرده باشیم. کازووا بچه ها بالاخره تیم شاهین موفق شد که به نیمه نهایی برسه. موفقیتشون رو مدیون سوبا هستن. سوبا از اون کساییه که هر طور شده برتری و مهارتش رو در بازی به بقیه نشون میده. بازی هواییش درست مثل اکروباتیس هاست. حتی اگه چیزی هم یادش ندم خودش به خوبی میتونه موفق بشه. تا جایی که من فهمیدم سوبا دیگه احتیاجی به کمک و راهنمایی من نداره. ششمین دوره از مسابقات سالیانه نیمه نهایی فوتبال پسران به پایان رسید. 16 تیم منتخب حالا باید در مسابقات پایانی شرکت کنند. ببینم تو واقعا میخوای مدرسه تو عوض کنی تارو؟ خب شما که میدونین پدرش یه هنرمند و دلش میخواد به همه جای دنیا سفر کنه. تارو چاره دیگه نداره باید همراهش بره دیگه. مگه نه کاپیتان سوسا؟ درسته. خودمونیم. هنوز من نمیدونم مقصدمون کجاست. که اینطور قبل از این که از اینجا برم بهتره با همکاری تارو مسابقه بدیم تا حتما برنده. خوشته نخورین تا مدرسه تعطیل نشده تارو از اینجا نمیره. ما باید قهرمان مسابقات بشیم. کاملا درسته. مگه نه بچه‌ها؟ متشکرم. تارو ولی بچه‌های تیم فورنا ماتسویاما شک ندارم که در مسابقات فینال با هم بازی میکنیم. ضمناً تو امروز بهترین بازی تو انجام دادی تارو. خیلی دلمون میخواد هرچه زودتر با تیمتون مسابقه منم همینطور. ولی طبق برنامه مسابقات ما نمیتونیم با هم روبرو بشیم مگه اینکه هر دو تیممون به فینال برسه که البته یکم مشکله. پس مسابقات فینال باید بین تیمای شاهین و فرانا باشه. خدا کنه اینطور باشه. گفتنش آسونه ولی یادتون باشه رقیبتون کیه بچه‌ها. شما هم فراموش نکنیم بچه‌ها. درسته که دائم باید مدرسه‌مو عوض کنم ولی بازی فوتبال باعث شده دوستان خیلی خوبی پیدا کنم. بعداً میبینمتون. خداحافظ. ای نادو کاپیتان کاکرا منو میزنی کاکرا. بس کن دیگه ماتسا درست نیست. تارو ای تارو حالا که قرار شده در مسابقات فینال شرکت کنی نباید به خودت مغرور بشی. همتون خوب گوش کنین.
تیمی که در مسابقات فینال برنده میشه ما هستیم. شما حرفشم نزن. میدون مسابقه معلوم میشه کی برنده است. سوباسا. حق با سوباست، چون اگه ببازیم یا اینکه بلای سرت بیاد برات گرون تموم میشه. تو سخت در اشتباهی میزوگی. چی؟ بله اعتراض تو زمین مسابقه معلوم میشه. من مسابقه رو به 3 وعده غذای روزانه ترجیح میدم، چون به فوتبال خیلی علاقه‌مندم. گمونم شما قراره در اولین دور مسابقات فینال با ما بازی کنید. بازم که این داره حرف میزنه. اون ناکانیشی دروازه‌بان تیم فوتبال نامباس. خب بعدم ببینمت. اگه هوا همینطوری بمونه فردا برای بازی روز مناسبی. ولی تمام بازیکن‌های حرفه‌ای مثل کاکرا، ماتسوموتو، میزوکی و ناکانیشی در نیمه نهایی بازی میکنن بچه‌ها. همشون هم از رقبای سرسخت ما هستن. با تمام اینا دلیل نمیشه که بازنده بشه. درسته. ما هر طور شده در مسابقات فینال موفق میشه. درسته. خیلی خب بچه‌ها، همه حاضرین؟ باید به زمین بازی بریم. حاضریم آقا. یکی از فوتبالیستای شاهینو پای تلفن میخوان. اسمش واکی بایشیه از شیزوکا. بچه واکیه. واکی بایشی. خودتی سوبا؟ بله. از اینکه موفق شدین در مسابقات نهایی شرکت کنین ازتون تشکر میکنم. همتون خوب بازی کردین بچه. راستی سوبا، در مورد پام میخواستم بگم که چی شده؟ فکر میکنم به قدری خوب شده که بتونم در یه مسابقه شرکت کنم. فقط در یه مسابقه سوبا. فقط یه مسابقه؟ بله درسته، منتها در تنها مسابقه که دوست دارم شرکت کنم. آخرین مسابقه است؟ دقیقاً. شک ندارم که رقیب اصلیمون تیم میواست. باید به هر قیمتی شده قدرتمون رو به کاکرو نشون بدیم. بذارین خودم مهارت دروازه‌بان نابغه رو ببینم. واکی دروازه‌بان نابغه و ماهری که میگن اینه. حتم دارم که شما در مسابقه بعدی برنده میشین بچه ها. واکی بایشی، من اطمینان دارم که ما موفق میشیم. دیروز همه به هم قول دادیم که در این مسابقه برنده بشیم. در آخرین دور مسابقات ما رو حساب میکنیم. باشه، بعداً میبینمتون. حالا به هر قیمتی که شده میخوای بازی کنی واکی؟ بله میکنی. امروز مسابقات سرنوشت ساز انجام میشه. اون وقت معلوم میشه که کدومشون به فینال میرسن. آره. خیلی خوب، گرفتمش. خوب جانشو گرفتی، پس کرد. بازی ماتسویا با تو واقعا یه چیز دیگه است. بگیرش نفقه ها، بفرمایین. تیم فرانو موفق شد اولین گلش رو به ثمر برسونه. تیم فرانو در موقعیت خوبی قرار گرفته. این همه راه اومدیم که فقط بازی میزوگی رو تماشا کنیم. ولی انقدر ذخیره دارن که حتی بازیکن خوبشون هم جز اونا. علتش اینه که بازیکنای تیمشون از بقیه خیلی بهترن، چون اونا رو از بین حداقل 1000 نفر انتخاب کردن. پامای تیزپا داره از کنار زمین دریبل میکنه و جلو میره. خیلی خوب، حالا اون توپو پاس بده. حالا توپو فرستاد. مادای قد بلند خودشو میرسونه و یه هداری میزنه و حالا گل میشه. گل. چه هد قشنگی زدی مادا. غیر از میزوکی ما باید مراقب شماره 10 و 16 هم باشیم. اونا خیلی قوی‌ان.
هنوز زمان زیادی از بازی نگذشته که کاکرو موفق شد دومین گل برای تیمش بزنه. در واقع اون از روحیه بسیار خوبی برخورداره. زود باش تا کشی معطلش نکن. اون موفق شد. بازم کاکروس باید قبول کنیم که در نیمه اول بازی رو به خوبی اداره کرده. بازی با نتیجه 2-0 تموم شد. تیم فرانو حالا میخواد انتقام بگیره. هی بچه همین الان بازی میوا رو تماشا میکردم خب و متوجه شدم کاکرو با زدن این گل موفق شد 18 گله بشه و از سوبا که 17 گل است جلو بیفته. این کاکرو رو من بهتر از همه میشناسم. تیم موساشی هم حتی بدون حضور میزودی با امتیاز 3-0 کنترل بازی رو در دست داره. مثل اینکه کسایی که به فینال میرسن خیلی قوی هستن ها. خیلی خوب بچه‌ها حالا دیگه نوبت ماست. را بیافتین. باشه. آبا کیه که اینقدر بو میده؟ یعنی ما میتونیم در مورد این بوی کاری بکنیم یا نه؟ خدا گوش کنیم بچه‌ها. تیم نامبا با 25 گل زده بدون گل خورده در مسابقات مقدماتی برنده شد. به خصوص دروازه‌بان تیم ناکانیشی تا حالا نذاشته کسی بهش گل بزنه. میگن اون دروازه‌بان بسیار خوبیه. خدای من هیچ گلی نخورده. باید مثل واکی خودمون قوی باشه. ولی بازی فوتبال ورزشیه که اگه امتیاز نیاریم برنده نمیشیم بچه‌ها. بنابراین باید کاملا حواستون رو جمع کنیم و در تمام مدت مسابقه از حمله کردن غافل نشید. این کارو میکنیم. سوباسا با تمام قدرت بازی کن. عمو جون خیلی خوب بچه‌ها بریم. بچه‌ها وای که بایشی خوب تماشا کن. تردید ندارم که به فینال میرسیم. سوبا برای بازی در فینال روت حساب میکنم. خیلی خب ما هم میتونیم بریم بچه. بعد از اینکه تیم‌های میوا، فرانو و موساشی بهترین بازی رو ارائه دادن، این مسابقه هم مثل مسابقات قبلی باید خیلی هیجان آور باشه. عالیه خیلی خوبه. معذرت میخوام ببخشید.